برای اینکه به اون بخش ناخودآگاه ذهنتون دسترسی پیدا کنین، یکیش آگاهی یا مایندفولنسه. حالا چطوری این ذهن ناخودآگاه ما میتونه روی زندگی ما تأثیر بذاره و میتونه بهش جهت بده بدون اینکه ما متوجه بشیم، یا حتی چجوری بهش دسترسی پیدا کنیم؟ این دغدغه خیلی هاست که درگیر این ذهنشون هستن و نمیتونن روی ذهن ناخودآگاهشون تسلط پیدا کنن، نمیتونن اون رو کنترل کنن و درگیری های ذهنی فراوانی براشون به وجود میاد توی همه مسائل. چرا باید ذهن ما رو هدایت کنه؟ ما باید ذهنمون رو هدایت کنیم، ولی ما درگیر یک ذهن ناخودآگاه میشیم که داره ما رو کنترل میکنه. برای اینکه به اون بخش ناخودآگاه ذهنتون دسترسی پیدا کنین، یکیش آگاهی یا مایندفولنسه. وقتی تو بتونی از لحظه به لحظه افکارت آگاه بشی، یعنی فقط بتونی ذهنت رو تماشا کنی، نظاره‌گرش باشی. مثلا مثل اینکه تو پشت یه شیشه مغازه ایستادی و داری ماشینایی که رد میشن رو نگاه کنی. تو از بالا روی ذهنت فقط یک نظاره‌گر باشی، فقط ماشین‌های ذهنیت رو نظاره کنی، بهشون بها ندی، بهشون جهت ندی، بهشون هدف ندی، فقط نظاره‌گر ذهنت باشی. این یکی از سخت‌ترین کارهاست ولی کارآمدترین کارهاست برای اینکه بتونی تو روی ذهن ناخودآگاه تسلط پیدا کنی. اصلا نباید درگیر ذهنت بشی، اجازه نگی تو رو درگیر کنه، فقط نظاره کن. ذهنت عبور میکنه، هر لحظه به خودت بگو این ذهنمه، این ذهنمه، من کاری با این تصویر ذهنی ندارم. هر چیزی، هر فکری، هر خاطره‌ای، هر احساسی، هر چیزی که اومد رد بشه بگو این ذهنه، این افکاره. فقط مشاهده کن، فقط مشاهده کن. این یکی از تمرینات خیلی کارآمد و مهمیه که تو بتونی روی ذهنت تسلط پیدا کنی. حالا راههای متفاوتی داره برای اینکه بتونی روی ذهنت کنترل پیدا کنی، ولی اولین قدم اینه که اصلا باید آگاه بشی که میتونی روی ذهنت تسلط پیدا کنی. چجوری؟ آگاه بشی که میتونی نظاره‌گرش باشی، نظاره‌گر افکار باشی، بذاری افکار بیان و برن، اصلا مهم نیست، بیان و برن. هر چیزی میخواد وارد ذهنت بشه بهش جهت نده، درگیرم باش نشو، فقط اجازه بده این افکار رد بشن، فقط رد بشن. انگار تو لبه یه جوی آبی نشستی، یه دونه قایق کاغذی درست کردی، گذاشتی توی این جوی آب و آب داره این قایق کاغذیت رو میبره. فقط نظارش کن، فقط ببینش، نه بهش جهت بده، نه درگیر شو، اجازه بده این قایق با آرامش رد بشه. یکی دیگه از راهکارهایی که میتونی روی این ذهن تسلط پیدا کنی، روی ذهن ناخودآگاه تسلط پیدا کنی، اینه که بنویسی. واقعا نوشتن خیلی خوبه. نمیدونم چرا خیلی از ما مقاومت داریم در مورد اینکه چیز رو بنویسیم، حالا به هر دلیلی، ولی افکار رو بنویسیم. نوشتن افکار، حتی اگه به نظرتون مسخره باشه، هر چیزی که وارد ذهنتون میشه بنویسین. این باعث میشه از توی ذهنتون خالی بشه، انگار همه اونا ریختین روی کاغذ، دیگه ذهنتون خالی میشه، خالی. همه اون افکار رو بیارین روی کاغذ. حالا اگه دوست ندارین اینو نگه دارین، میتونین که نابودش کنین، بسوزونین، بندازینش دور. میخواینم نگرش دارین، اصلا این مهم نیست. مهم اینه که اون افکار از توی این مغز، از اون بخش ناخودآگاه که درگیرتون کرده خارج بشه. اون رو واردش کنین رو کاغذ، نوشتاریش کنین. از فکر، از انرژی فکر، اون رو به انرژی نوشتاری تبدیلش کنین. بنویسینش. آزاد میشین، رها میشین، امتحانش کنین. تمرینات بعدی که میتونی روی ذهنت تسلط پیدا کنی، یکیش واقعا مدیتیشن. فکر کنم همه شنیدیم مدیتیشن، اسمش هم خیلی شنیدیم، ولی هم یه جورای مقاومت داریم. اصلا مگه میشه ذهن رو خاموشش کرد و مدیتیشن کرد؟ و همه فکر میکنیم مدیتیشن یعنی این که به هیچی فکر نکنی.
خب نمیشه. وقتی تو تازه شروع کردی مدیتیشن کردن که نمیتونی به هیچی فکر نکنی. مدیتیشن در واقع، حالا میگن سکوت ذهن، میگن آرامش، میدونن تسلط بر ذهن، خیلی خیلی چیزا هست در موردش، ولی مهمترین بخشش همینه که اجازه بدی افکار بیان رد بشن. تو نظاره‌گر باشی، در یه جای آرام بشینی که خیلی هم سر و صدا نباشه که حواست پرت بشه. میتونی یه موسیقی آرامش بخش، یه دونه مانترا، میتونی صدای طبیعت، حتی بری توی طبیعت. صدای طبیعت خیلی میتونه به تو کمک بده توی اون آرامشی که میخوای به وجود بیاری. بشینی و چند تا نفس عمیق بکشی، ریلکس بکنی و بعد بشینی، اجازه بدی ذهنت هر چی میخواد، افکار ذهن بیان رد بشن، ولی درگیرشون همچنان نمیشی، اصلا بهشون جهت و بها نمیدی، فقط اجازه میدی این تصویرهای ذهنی بیان رد بشن و لحظاتی رو فقط نظاره‌گر افکارت باشی. این خودش خیلی کمک میکنه تو به کنترل ذهنت برسی. آروم آروم مدیتیشن مراحل پیشرفته تری هم داره، ولی از اونجایی شروع میشه که تو بتونی فقط کنترلی روی ذهنت نداشته باشی، فقط نظاره‌گرش باشی. و باز یکی دیگه از تمرینات خیلی مؤثر اینه که بشینی و فقط نفس بکشی. به خدا هیچ کاری قرار نیست انجام بدی، فقط بشین، ریلکس کن و نفس بکش. از نفست آگاه باش. یعنی وقتی این نفس وارد این مجاری تنفسی تو میشه، لحظه به لحظهش رو نگاه کن به اون نفست، توجه کن بهش، احساسش کن. تمام اون مولکول‌های O2 اکسیژن هوا رو وارد ریت میشه، حسش کن، دوباره خارج میشه، حسش کن. اون مسیر رفت و آمد هوا رو اصلا احساس کن، بهش متوجه باش، بهش آگاه باش. تنفس تو رو در لحظه نگه میداره. لحظه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که همین الان داره اتفاق میفته. و تنفس یکی از جالب ترین چیزهایی که تو میتونی توی یک لحظه اون رو متوجهش بشی. پس تنفس خیلی به تو کمک میکنه که آگاهانه در زمان حال باشی. همینقدر بدون که اینها کمکت میکنه که تو بتونی ذهنت رو کنترل کنی، در آرامش نگه داری و نظاره‌گر افکارت باشی.